دشمن که کرده بود فرار، به قلعه پناه برده بود به ناچار، که زو سپاهش را به اجبار محبوس کرده بود در حصار. پوشیده بود کاخش را با دیوار، دژی بسیار بزرگ و استوار، به نگهبانی زره پوشان دژدار. پادشاه مانده بود چش انتظار، تا قاصدی آورد برایش اخبار، چون داستان بود از این قرار. تا که متحدانش به این دیار برسن، باید صبری کند اختیار. کوروش به ساردیس که رسید، دژهای بلند کاخش را که دید، شک کوروش به این یقین رسید، که کرزوس نیرنگی آرد پدید. کرزوس پشت در به دژ نگهبان گفت با شما ای سپاهیان ایران، اگر شما تسلیم نشید بیگمان، در این سرمایه سخت زمستان، از هیزم تن شما مردان ایران، گرمی کنیم تمام سرزمین ما. کوروش گفت گذاشتم پاداش برای یابنده راه مخفی کاخ، دژبانی کلاهش بر زمین انداخت. نگران از آسیب دیدن و خراش، رفتش از آن راه مخفی با تلاش، تا رسید و کلاهش را که برداشت، سربازی خنجر بر گلویش گذاشت.